بچه‌ها امروز اومدیم واسه تقریبا 2 نفر دیگه 3 نفر آره 3 نفر هستن که واقعا قیمتشون که خوب بوده ما گذاشتیم واسه و اینجا ببینید این عطر و اتکلونا جدا هستن. البته این تکه لینکشو واسه تو پایین ویدیو میذارم که این عطر اتکلونا با لباسای ورزشیه که من الان نمیتونم واقعا بلم و اینا هم میبینید که موچیه از خودشون درست میکنن دوناتا همه اینا خونگیه، حتی اینا خونگیه و این لوازم تحریر هم که میبینید همشون باند خودشونه که جنساشون واقعا کیفیت خوبی داره. من خودم ازشون خرید کردم که دارم میگم و هر کی از طرف ما بیاد یه تخفیفی از اتکلون فروشی داره و آدرس اینجا رو که قبل گفتم و اگر آدرس این لوازم تحریری که حالا مغازه دارم میخوایم بگم روبروی پیر مراد هستش و همین دیگه. البته دنبالانه بیاد اگر یادتون باشه حالا داره میبنده متاسفانه اگر یادتون باشه تو ویدیو قبلی رزین و اینا که نشونتون دادم اگر از طرف چنل ما بیاید به اینجا و اتکلون فروشی یه تخفیف خوب دارید و لایک و سابسکرایب نره. خداحافظ. بچه‌ها امروز اومدیم واسه تقریبا 2 نفر دیگه 3 نفر آره 3 نفر هستن که واقعا قیمتشون که خوب بوده ما گذاشتیم واسه و اینجا ببینید این عطر و اتکلونا جدا هستن. البته این تکه لینکشو واسه تو پایین ویدیو میذارم که این عطر اتکلونا با لباسای ورزشیه که من الان نمیتونم واقعا بلم و اینا هم میبینید که موچیه از خودشون درست میکنن دوناتا همه اینا خونگیه، حتی اینا خونگیه و این لوازم تحریر هم که میبینید همشون باند خودشونه که جنساشون واقعا کیفیت خوبی داره. من خودم ازشون خرید کردم که دارم میگم و هر کی از طرف ما بیاد یه تخفیفی از اتکلون فروشی داره و آدرس اینجا رو که قبل گفتم و اگر آدرس این لوازم تحریری که حالا مغازه دارم میخوایم بگم روبروی پیر مراد هستش و همین